یک صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد گفت برای من قرآن بخوان. حضرت ابی بن کعب رئیس القراء گفت برای من قرآن بخوان. یا رسول الله من قرآن بخوان حالان که قرآن بر تو نازل شده. گفت الله به من امر کرده که از تو قرآن گوش کنم. حضرت ابی بن کعب به وجد آمد گفت الله سمانی، بعد شروع به گریه کرد. الله سمانی، یعنی واقعا الله اسم منو برد. ابو بکر طوری زندگی کرد که الله در دنیا قبل از آخرت برو سلام کرد. صحابه طوری زندگی کردن که الله در دنیا قبل از آخرت از اونا اعلان رضایت کرد. یک صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد گفت برای من قرآن بخوان. حضرت ابی بن کعب رئیس القراء گفت برای من قرآن بخوان. یا رسول الله من قرآن بخوان حالان که قرآن بر تو نازل شده. گفت الله به من امر کرده که از تو قرآن گوش کنم.